سلام خدمت همگی دوستان، خانی هستم. امروز میخوام آموزش کار با وبسایت تحلیلی تریدینگ ویو رو خدمتتون ارائه بدم. تمام تحلیل هایی که داخل کانال قرار داده میشه توسط این سایت و با استفاده از ابزارهای این وبسایت انجام میشه. این سایت جایگزین برنامه‌هایی مثل متا تریدر 4 و 5 ادوانسگت و دیگر برنامه‌ها هستش. خدمات کلی سایت رایگانه و شما با تهیه اکانت های پرو پلاس و پرمیوم امکانات بیشتری میتونید دریافت کنید. خب بریم سراغ آموزش سایت. ورود به سایت از طریق آدرس tradingview.com که این بالا مشاهده میکنید امکان پذیره. خدمتتون عرض کنم که بعد از ورود این صفحه‌ایه که شما مشاهده میکنید. برای استفاده از خدمات سایت شما لازمه تو این سایت عضو بشید. گزینه ساین این رو که بزنید صفحه ورود و عضویت برای شما باز میشه. خب اگر از قبل اکانت ساختید که اینجا مشخصاتتون رو ثبت میکنید و وارد میشید. اما خب نیازی هم به ساخت اکانت نیست. شما وارد گزینه ساین اپ که بشید از با زدن گزینه جی و استفاده از آدرس ایمیلی که داخل مرورگرتون کانکت هست به سرویس گوگلتون میتونید با همون اکانت وارد بشید. ساین اپ رو میزنید، به اصطلاح جی میزنید، ایمیلاتون رو براتون میاره. اون ایمیلی که مد نظرتونه برای عضویت تو این سایت رو انتخاب میکنید و تمام میشه. من چون از قبل انجام دادم روی لوگین میرم و گزینه جو میزنم تا وصل بشه. حتی خب من چون قبلا وارد شدم اون یکی اکانت هم میزنم تا صفحه بالا بیاد. خب بعد از ورود به سایت شما چنین صفحه‌ای مشاهده میکنید. پروفایل خودتونه، گزینه هایی که این بالا دسترسی دارید، آیدیا، مارکت، اسکریپ، اسکینر، چارت و غیره. چیزی که بیشتر شما ازش استفاده میکنید یکی چارت های خودتونه. وارد میشید و چارتاتون رو میتونید مشاهده کنید. آیدیا هم که میتونید شما تحلیل هایی که توسط باقی تحلیلگرا انجام میشه و داخل سایت قرار میگیره رو از طریق این گزینه مشاهده کنید. حتی زیر مجموعه هایی داره، مثلا میخواین تحلیل هایی که بر اساس الگوی هارمونیک هست رو شما بدید مشاهده کنید. میتونید مثلا از طریق این گزینه به این تحلیل هایی که توشون الگوی ABCD داره رو مشاهده کنید و باقی موارد خود زدن گزینه IDs تمام تحلیل های تحلیلگرا رو براتون به این شکل میاره نشون میده. یه مقدار سرعت افت داره. تا میاره من همین است. موقعی گزینه چارت رو میزنید چارت خودتون به این شکل براتون میاد. خب من تنظیمات رنگ صفحه رو اینا رو تغییر دادم به اصطلاح طبق شرایطی که چشم خودم رو اذیت نکنه گذاشتم. شما هم میتونید از طریق کلیک راست روی صفحه و گزینه ستینگ تو قسمت به اصطلاح سیمبل رنگ کندلاتون رو اینجا تغییر بدید و در قسمت اپرنس بک‌گراندتون و خب یه سری خطوط
گرید داره، اونا رو میتونید با کم کردن اوپسیتی مخفیشون کنید که به اصطلاح اذیتتون نکنه. یه واترمارک که معمولا همون اول وسط صفحه بزرگ میندازه، نمادتون رو نشونتون میده، اونم تیک واترمارک هایی بردارید اون حذف میشه. حالا به مرور همه اینا رو خدمتتون توضیح میدم. خب این صفحه اومد، صفحه آیدیزه، تمام تحلیل هایی که تحلیلگران مختلف گذاشتن اینجا نمادش رو مینویسه، تایم فریمش مثلا BTC USD، تایم فریم 4 ساعته 240 دقیقه چنین تحلیلی گذاشته، تحلیلگرش هم ایشون بوده. به اصطلاح این لول خود تحلیلگر تاپ هستش، ایش مثلا پرو هستش. اینا پرو پلاس و پرمیوم مقدار به اصطلاح هزینه‌ای که شما کردید به اصطلاح لول های مختلف اکانتی که تهیه می‌کنید. اون تاپ جزء تحلیلگرای برتر خود تریدینگ ویو هستن. خب بریم سراغ صفحه اصلی چارت که قراره خدمتتون آموزش بدیم کلیاتشو. به مرور تمام این گزینه‌ها رو مرور خواهیم کرد تا ببینیم چه چیزهایی در دسترس ماست. خب اولین گزینه‌ای که اینجا شما مشاهده می‌کنید به اصطلاح نماد هست. الان نماد ما BTC USD در صرافی بیتفینیکس هست. برای انتخاب نماد اینجا کلیک می‌کنید، به طور مثال ETH USD میشه اتریوم به دلار که الان توی صرافی‌ها مختلف فرامون نشون میده. اگه بخش خاصی مد نظرتونه از اینجا میتونید تفکیک کنید. استوک بازار سهام میشه که طبعا به اتریوم ارتباط نداره، فیوچرز، فارکس، CFD، کریپتوکارنسی. معمولا ما تو سایت اکثر چیزایی که قرار بررسی کنیم جز زیر مجموعه کریپتوکارنسی هستن، لزومی هم نداره تو آل که باشه همشون رو نشون میده. خب به طور مثال ما میخوایم اتریوم به دلار تو صرافی بیتستمپ مثلا مشاهده کنیم. روش کلیک میکنیم، نمودار سهم اتریوم به دلار، نماد اتریوم به دلار تو صرافی بیتستمپ، مدل کندل استیکش به این شکل برای ما بالا میاد. این ستون سمت راست قیمت هستش و این به اصطلاح سطر پایین زمان هستش. شما روی هر کندل که توقف کنید، از اونجایی که نمودار ما نمودار روزانه است، روی هر کندلی که توقف کنید زمان اون رو این پایین به شما نشون میده. الان این به طور مثال 2 دسامبر 2019، اینجا 4 آگوست 2019. خب قسمت روبروش هم رو هر کندلی که شما نگه دارید موس رو، تو اون تاریخ اطلاعات اون کندل به ما میده. اگر کندل استیک رو مطالعه کرده باشید یا فایل های ویدیویی که داخل کانال گذاشتم و در رابطه با کندل استیک مشاهده کرده باشید، میدونید که هر کندل 4 بخش داره: اوپن، های، لو و کلوز. موقع موس رو هر کندل نگه میدارید، چون کندل ما الان کندل روزانه است، میگه تو اون روز اوپن، های، لو و کلوز ما چقدر بوده. خب قسمت بعدی تایم فریم هستش. شما از 1 دقیقه تا ماهانه تایم های مختلفی میتونید برای خودتون مشخص کنید، حتی سالیانه، که نمودارش رو مشاهده کنید در اون تایم فریم. یک سری مثل این تایم های کمتر و ایجاد تایم فریم های غیر از دیفالت های به اصطلاح خود تریدینگ ویو، الان مثلا 1 روزه دیفالتشه، هفتگی دیفالتشه، ماهانه دیفالتشه. این با مابقی رو خود من اضافه کردم، اینا رو خودم اضافه کردم. شما اگه اکانتتون اکانت فری باشه نمیتونید اینا رو اضافه کنید. الان 4 ساعت، 3 ساعت، 2، 1 به صورت دیفالت هستش، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 3 دقیقه و 1 دقیقه هم دیفالت هستش. از 1 دقیقه به پایینم اکانت فری نمیتونن استفاده کنن. خب قسمت بعد قسمت نوع نمایش به اصطلاح نموداره.
رو حالت کندل استیک داره، حالت بارز داره که به این شکل میشه. های لو کلوز و اوپن هر کندل به این شکل مشخصه. بعدیش هولو کندل که مشابه همون کندله، یه مقدار فقط کندل سعودی و داخلشون رو خالی میکنه، هولو. هنگ نشی که کلا یک کندل استیک متفاوتیه سبکش، بعد در رابطه باش مطالعه کنید اگه میخواین استفاده کنید. لاین هم که بر اساس قیمت کلوز میاد به صورت خطی بهتون نشون میده. ایری همون لاینیه که زیرش رو روشن میکنه، میتونید رنگاش هم تغییر بدین. بیس لاین هم که به اصطلاح به این شکل میشه طبقه بندی میکنه که زیاد کاربرد خاصی نداره. ما بقیه مدل های کندل استیک در اکانت های فری فقط به صورت روزانه نشون داده میشه، یعنی اگه تایم های کمتری شما بخواید استفاده کنید باید اکانت پروپلاس به بالا، پروپلاس و پرمیوم داشته باشید تا بتونید به طور مثال رنکو 4 ساعته مشاهده کنید. در غیر این صورت اگه اینو بزنید فقط براتون نمودار روزانه رو نشون میده که هر کدوم از این کندل به اصطلاح مدل های نمایش چارت شرایط خاص خودشونو دارن و باید حتما اطلاع داشته باشید از کاربرد این مدل کندل و با مدل کندل استیک عادی نخواهید مشاهدهشون کنید. خب ما همون کندل مد نظرمون هست. قسمت بعدی کمپیره. این گزینه به شما این قابلیت رو میده که در کنار این چارتی که دارید مشاهده میکنید یه نماد دیگه یا چند نماد دیگه هم اضافه کنید. به طور مثال من میخوام بدونم همزمان رفتارهای بیت کوین به چه صورت بوده. میام میزنم BTC USD، چون بیت استمپ انتخاب کرده بودم میام BTC USD هم رو صرافی بیت استمپ استفاده میکنم. بیت استمپ همشون هست، اکثریتشون هست. بایننس، بیتریکس، پولونیکس، کوین بیس، بیت استمپ. من اینو بیت استمپ انتخاب میکنم، داره لود میشه. خودش دیفالت به صورت لاین چارت میاره. اگر روی این نماد برید و این گزینه ستینگ به صورت چرخ دست بزنید یا اینکه رو خود لاین دبل کلیک کنید بخش ستینگش رو براتون میاره. سرعت پایینه، متاسفانه. اون که بیاد میتونید به اصطلاح هم به صورت کندل استیکش کنید و هم تمام مواردی که اینجا داشتین رو استفاده کنید. لاین، بارز، کندل، هولو کندل، ایری، بیس لاین. مثلا اینم به اصطلاح میایم به صورت کندل بذاریم به این شکل دو تا شارت رو کنار هم شما میتونید مشاهده کنید. رنگاش هم باز میتونید تغییر بدید. مثلا کندل سعودی رو میکنیم آبی، کندل ریز شروع کنیم نارنجی و قرمز. به این شکل دو تا چارت رو شما کنار هم میتونید ببینید و خب برای مقایسه استفاده شما میتونید ببینید تمام ریزش ها و صعود ها تقریبا مشابه همه. مواردی که اینجا این تفاوت داره شاید واسه شما جنبه تحلیلی بتونه ایجاد کنه. خب برای حذفش هم میتونم این گزینه چشم بزنم مخفیش کنم و هم میتونم این گزینه ضرب رو بزنم و حذفش کنم. گزینه بعدی که طبعا خیلی استفاده خواهید کرد گزینه اندیکاتور هستش. روش کلیک کنید کلی اندیکاتورها برای شما میاد. شما با اکانت فری تنها از 3 اندیکاتور میتونید روی نمودار استفاده کنید. اکانت های پرو خدمتتون عرض کنم 5 اندیکاتور، اکانت های پرو پلاس 10 اندیکاتور و اکانت های پریمیوم فکر میکنم اشاره کنم 20 تا اندیکاتور میتونن استفاده کنم. مثلا من میخوام مکدی بندازم، تایپ میکنم. ببینید این قسمتی که بالا میاره اندیکاتوری که این بالا بهتون نشون میده جدا، اینا دیفالت های خود تریدینگ ویو هستش. قسمت پایین اینا خود اعضا
به اصطلاح که از سایت استفاده میکنن میان به صورت اسکریپت مینویسن اینا رو و مثلا تغییراتی میدن، به اصطلاح آپشنی اضافه میکنن روش که اینجا اکانتی که اون رو ایجاد کرده و تعداد لایک هایی که باقی استفاده کنندگان از این اسکریپت بهش دادن رو میتونید ملاحظه کنید و اگه خواستین استفاده کنید. من دیفالت رو میندازم، مثلا میخوام از ایچیموکو استفاده کنم. ایچیموکو دیفالت همین بالا هستش، پایین تغییر گرفته ها. خب میخوام به طور مثال بولینگر باند هم استفاده کنم، حالا جای اسم کامل بی بی میزنم خودش میاره این بولینگر باند دیفالت. خب 3 تا اندیکاتور رو انداختم. حالا مثلا میخوام رنگ های ایچیموکومو تغییر بدم، میخوام کانورسیشن لاین همون کی جنسن میشه، من معمولا بنفش میذارم. بیس باز میخوام کانورسیشن لاین تنکنسن میشه، من معمولا سبز میذارم. بیس لاین کی جنسن میشه که بنفش میذارم. چون زمینم تیره هستش لگینگ اسپن که همون چیکو اسپنر رو سفید میذارم. لید اکو یک لید دو که رنگ ابراتونه، خطوط سقف و کف ابر و بک‌گراند ابرام یه خورده مشخص تر میکنم و از این قسمت اینپوت هم میتونید اعدادش رو تغییر بدین. اینا 9 26 52 اعداد دیفالت ایچیموکو هستش، میتونید اینا رو اگه مد نظرتون اعداد دیگه ای هست تغییر بدین. بی بیم هم که همون بولینگر بانده هم میتونم اینجوری روش کلیک کنم، دبل کلیک کنم تنظیماتش رو برام بیاره. هم میتونم این به اصطلاح ستینگ یا چون چه علامت چرخنده رو بزنم و واسه من میاره قسمت اینپوت اعدادشه. میانگین 20 بر اساس کلوز، نمیتونید به جای کلوز بذارین های لو، های لو تقسیم بر 2، های لو کلوز تقسیم بر 3، به اصطلاح میانگین های و لو کلوز میشه. این یکی هم میانگین های لو کلوز و اوپن هر کندل رو واسه شما میانگین میگیره. عرف معمولا همین استفاده از گزینه کلوز هستش. استایلش هم من میخوام بک‌گراند نداشته باشه، هر ستاش هم میخوام یه رنگ باشه، سقف و کف و میدل بند این شکل میرسه. مکدیم هم که به این صورته، میتونم هیستوریگرامش رو به طور مثال اینا رو من میخوام شما منوها آشنا بشید. تو هر ابزاری اینا رو شما اندیکاتوری که استفاده کنید میتونید این گزینه ها رو تغییر بدید. من مثلا میخوام جای اینکه ستونی باشه هیستوگرامم به صورت ایری باشه، رنگاش هم اینجا میتونم بگم مثلا ناحیه کلا سعودم سبز باشه، قسمت های سعودی اینجا تا اینجا سعوده، قسمت ریزشیش هم برام کلا قرمز باشه که به این شکل ریزشی قرمز میشه. خط مکدی و خط سیگنال هم شما رنگشو و حتی سایزشو از این قسمت ببینید سایزش تغییر میتونید تغییر بدید. خب اندیکاتور هم مشخص کردیم. هر اندیکاتوری خواستیم به اصطلاح اینجا اسمش رو تایپ میکنید یا اینجا بالا پایین میکنید اسمش رو پیدا کنید، روش کلیک میکنید رو نمودارتون اضافه میشه. قسمت بعدی فاینانسیال هست که جدید اضافه شده و هنوز باش زیاد کار نکردم، فکر نمی‌کنم زیاد واسه ما کاربرد داشته باشه. قسمت بعدی تمپلیت هستش. شما به اصطلاح من میخوام این 3 تا چارت و 3 تا اندیکاتور رو داشته باشم استفاده کنم ازشون، اما خب میخوام مثلا RSI و خدمتتون عرض کنم که استوکاستیک و یک سری اندیکاتور دیگه هم جدا بررسی کنم. واسه اینکه نیام دونه دونه اینا رو بندازم میام اینا رو به صورت تمپلیت ذخیره میکنم. الان این 3 تا رو مثلا ذخیره میکنم به یه اسمی، مثلا مکدی ایچی و بیبی، اسمی که خودم روش میذارم.
فقط فکر می‌کنم اکانت فری این قابلیت رو نداشته باشن. خب زور بزن دقیقا ندارم. خب اکانت پرو به بالا داره. خب این الان اینجا واسه من ذخیره شد. مک‌دیچی بی بی. الان اگه اینا رو من ببندم با همین به اصطلاح شکلی که واسه خودم ایجاد کردم، تفاوت رنگایی که ایجاد کردم، تمپلیت ذخیره میشه. این گزینه که بزنم هر سه تا داره لود میکنه. هر سه تا واسه من روی نمودار میادش و میتونید چند تا تمپلیت واسه خودتون ایجاد کنید. قسمت بعدی گزینه آلرت هستش که شما میتونید روی قیمت‌های خاصی و یا روی اندیکاتور خاصی واسه خودتون آلرت بزنید که بهتون پیام بده در قیمت خاصی. الان مثلا روی قیمت اگه بخوایم مثلا اتریوم به $140 رسید و ما پیام بده، اینو می‌زنیم 140 ولیو که مقداره. میتونید شرایط اینا هم تغییر بدین. کراسینگ یعنی قیمت هم رسید 140 به شما اطلاع بده. میتونید این کراسینگ آب به بالا بشکنه به پایین بشکنه، از یه قیمتی بالاتر بره پایینتر بره و عذر میخوام موارد مختلف انتخاب کنید که برای قیمت معمولا همین گزینه استفاده میشه. only once یعنی فقط یک بار بهتون پیغام بده و دی اکتیو میشه این آلرت. اگه every time رو بذارید هر بار که اتریوم میاد میرسه به این قیمتی که مشخص کردین بتون 140 هر بار که میرسه به شما یه آلرت میده، هم روی صفحتون میاد هم میتونید مشخص کنید بهتون ایمیل بده و یه اپ به اصطلاح تریدینگ ویو روی گوشیتون هم نصب کرده باشین روی گوشیتون هم آلرتش رو بهتون میده. تو این قسمت میتونیم زمان براش مشخص کنیم که اعتبار به فرض این آلرت تا یه زمان خاصی باشه. مثلا امروز که 2 دسامبر مثلا میایین 2019 مثلا تا ساعت 15 امروز اعتبار داشته باشه. بعدش دیگه خود به خود غیر فعال میشه. این بهتون نوتیفیکیشن اپ همونطور که گفتم اگه اپش داشته باشین آلرت میده. پاپ اپ اینجوری رو صفحه پیغام میاد بهتون پیغام میده. سند ایمیل هم که ایمیل براتون میفرسته. تو قسمت به اصطلاح این مور اکشن رو که بزنید براتون میتونید نوع تناوب صدایی که میده و حتی نوع صدا رو اینجا مشخص کنید به چه شکلی باشه و چقدر زمان ببره. خب این گزینه‌ام که اسمس هم واسه ما فعال نیست ایرانیا. تو این قسمت هم موقعی که بهتون آلرت میده این متن رو براتون مینویسه. شما میتونید رو تغییر بدین. مثلا حد ضرر گذاشتین رو سرش میتونید SL 140 یا اگه تیپی تونه میتونید مثلا تیپی هر متن خودتون خواستین میزنید. کلیک که بزنید من اینو تغییر دادم سر همون قبول نمیکنه. مجدد 140 اینجا میاد روی خود نمودارم براتون مشخصش میکنه و اگه خواستی تغییری بدی روش دبل کلیک کنی مجدد این قسمت براتون واضح میشه. اگه دیلیت رو بزنید حذف میشه. تو این قسمت هم ستون سمت راست قابل تنظیم هست که اونو به موقع خودش خدمتتون خواهم گفت. اینجا دیلیتو نمیذاریم که اونجا بررسیش کنیم. از این قسمت هم اگه دقت کنید یه به علاوه هست. موقعی کنار نوار قیمتی بالا پایین میکنی شما اینجا اگه این به علاوه رو بزنید خب گزینه اول میتونید انتخاب کنید میاد براتون رو اون قیمت آلرت میذاره خود به خود و اگر بخواید تغییرش بدین که دبل کلیک میکنین و واردش بشین تغییرش میدید. هم قیمت هم موارد دیگر رو میتونید تغییر بدید. من یکی رو دیلیت میکنم اون یکی هنوز هستش روی چارت. خب آلرت گفتیم. رپلای که برمیگرده به عقب اینم به اصطلاح گزینه آندو و ریدو هستش که با گزینه کنترل زد و کنترل وای مشابه تمام برنامه های ویندوز میتونید به
به اصطلاح به عقب برگردین کاراتونو و یا مجدد به جلو برگردید. خب اکانت های فری این قسمت براشون فعال نیست. اکانت های پرو حالت دو نمایشه رو دارن، 2 تا 4 تا همزمان کنار هم میتونن بندازن. اکانت های پرو پلاس تا 4 تا، یعنی میتونه هم 3 تایی 2 تایی اینا باشه، و اکانت های پرمیوم تا 8 تا 4 تا کنار هم میتونن بندازن. من اکانتم پرو پلاس هستش، میتونم تا 4 تا کنار هم داشته باشم. به این شکل 4 تا چارت به شما میده، یا اگه اکانت پرو باشین به این شکل میتونین 2 تا 4 تا کنار هم داشته باشین و زوایاش رو تغییر بدین به هر شکلی که مد نظر خودتونه. این گزینه هم میاد بین این 2 تا چارتی که شما دارید ارتباط برقرار میکنه. گزینه سیمبل که سیمبل یکی میکنه، اگه شما این 4 تا نمادش رو عوض کنید این یکی هم واسه شما عوض میشه. اینتروال تایم فریمشونه، اگه روشن باشه شما به اصطلاح مثلا میخواین اتریوم تو صرافی بیت استمپ و با اتریوم تو صرافی بیت فینکس مثلا مقایسه کنید، سمبلتون باید یا نمادتون باید متفاوت باشه، اما میخواین توی یه تایم فریم مقایسه کنید. این اینتروالو که روشن بذارید هر تایم فریم اینجا بزنید برای هر دوتا اعمال میشه. کراسر که شما همونطور که می‌بینید من موس رو این به اصطلاح چارت سمت راست تغییر میدم، با سمت چپی هم جابجا میشه و بالعکس. تایم اگه روشن باشه رو هر تایمی که رو نمودار مقابلش به اصطلاح کلیک کنید تو نمودار اون طرف هم به همون تایم میره. مثلا میخوام اینجا رو ببینم، این چارت هم عقب‌تر میزنم، تایم هم خاموش بود، تایم روشن میکنم، مثلا اینجا کلیک میکنم این چارت سمت چپ هم میاد به اون زمان. یا اگه اینو حالا زوم کنم اینجا کلیک کنم این چارت میاد عقب به این زمان اینور. خب دروینگ هم که هر به اصطلاح معمولا اگه چارتتون یکی باشه، این جفتشون بیت فینکس باشه، یه نماد یکسان باشه در تایم فریم های متفاوت، هر به اصطلاح ابزاری که اینور استفاده کنید تو قسمت مقابل ثبت میشه. این موقع نمادتون متفاوته کاربرد نداره. خب من هم از طریق این گزینه البته خب میتونید شما اون چارت که مد نظرتونه تمام صفحه کنید. خب خدمتتون این قسمت رو کامل توضیح دادم. اگه این گزینه رو بزنید تمام چیزا رو بهتون میگه. این گزینه توضیح در رابطه با موارد زیر. خب شما میتونید چند تا لی اوت برای خودتون ایجاد کنید. ببینید من اینجا دقت کنید هولوش 9 تا لی اوت دارم. اگه من به اصطلاح تو یک لی اوت مثلا شماره یکم بیام چارت ETH یک روزه بیت استمپ رو رو چارتش تحلیلی کنم، به اصطلاح ابزارهایی رسم کنم، این فقط رو لی اوت یک منه. رو لی اوت دو من مجددا من یه چارت خالی دارم که میتونم روند تحلیلی به یه شکل دیگه انجام بدم. این خب کاربردهای زیادی داره که به مرور میتونید ازشون استفاده کنید. برای اکانت فری فکر نمی کنم بیشتر از یه دونه داشته باشه، یه دونه یا دو تا احیانا داشته باشه. برای اکانت های پرو 5 تا، پرو پلاس 10 تا، پرمیوم فکر میکنم 20 تا لیوت داشته باشه. از طریق این گزینه نیو چارت لیوت میتونید لیوت جدید ایجاد کنید. اگه این لیوتتون رو سیو کنید میتونید رو نیم کنید سیوش کنید و با گزینه میک کپی یک کپی از همین با تمام تغییرات و اندیکاتورها یک کپی جدید براتون ایجاد میکنه. اگه میخواین دوباره اینا رو رسم نکنید یا تنظیمات رنگ صفحه اینا تغییر ندید، میک کپی میزنید و فایل کپیتون رو اسمشو تغییر میدید. به این شکل میاره، هر اسمی خواستید میذارید، سیو میزنید
و یه لیوت جدید براتون میاره. از گزینه لود چارت لیوت به تمام لیوتاتون دسترسی خواهید داشت. روی هر کدوم که کلیک کنید، مثل اینجا که این بالا میبینید چندین تب واضح از تریدینگ ویو، توی تب جدید واسه شما اون لیوت رو واضح میکنه. اگه گزینه میک کپی رو نزنید، یه چارت کاملا خام واسه شما میاره با رنگ سفید، انگار تازه اکانت رو باز کردید. باید تمام تنظیمات رو روش انجام بدید اگه چیزی مد نظرتون. اگه این گزینه اوتو سیو روشن باشه، فعال باشه، هر دقیقه تغییرات چارت شما سیو میشه. این شیرینگ به شما یه لینک میده که اگه این لینک رو در اختیار کسی قرار بدید، اون شخص میتونه دائم این چارت شما که هر چیزی شما میبینید رو ببینه. یعنی شما هر تغییری میدید روی نمودار و وقتی سیو میشه شیر میشه، اون فرد میتونه مشاهده کنه از طریق اون لینک. مواردش همه رو توضیح دادم خدمتتون. خب اول فایل گفتم که کلیک سمت راست که بکنید، از طریق گزینه ستینگ وارد تنظیمات رنگ و تنظیمات کندل ها و باقی موارد میشید. راه دیگهش این گزینه است. شما اینو که بزنید همون صفحه برای شما باز میشه. رنگ کندل ها رو از اینجا تغییر میدید. به اصطلاح شادوها، بوردر داخل کندل. خدمتتون عرض کنم که تایم زونتون این پایینه. اینو میتونید رو تهران بذارید که اگه تو تهران کار میکنید تایم فریم محلی واسه شما نشون داده بشه. استاتوس لاین، سمبل این بالا بهتون این خط اطلاعات این سطره. خب سمبل که همین ETHUSD با تایم فریمش. خدمت هست کنم تیکر کمه، اگه به این شکل باشی بستش میده، جای خلاصه نماد میاد توضیحات نماد میده. زده بود ETHUSD، الان کردش اتریوم US دلار. اینا تیکر میذاریم که کمتر باشه. OHLC همین اطلاعات اوپن و های و لو کلوز به شما میده. بار چنج ولیو بهتون آخرسا میگه که تو این کندل چقدر تغییرات داریم، چند درصد تغییرات داریم. این میزان عددیش نسبت کندل قبل، این مثلا $2.87 کمتر شده به طور مثال. اینم درصدیشه. این $2.87 میشه 1.9%. خب بعد اندیکاتور تایتل که این همین است، اسم اندیکاتور اینجا به شما میده. اندیکاتور ارجومنت به شما میگه که تنظیمات اندیکاتورتون رو چه عددهاییه. مثلا بی بی من 220 خدمتتون عرض کنم که به اصطلاح 22 درست سره، میانگین 20 با به اصطلاح اختلاف 2 9 26 52 26 تنظیمات ایچموکومه و 12 26 9 هم بر اساس کلوز اطلاعات مکشنیمه که اینا میتونیم بردارید. گزینه بعدی اندیکاتور ولیو. خب اندیکاتور تو هر کندل، هر اندیکاتور یک عددی داره. مثلا اینجا اگه تو این کندل های و لو و کلوز من یه عددی داره، اندیکاتور من مثلا سقف به اصطلاح بی بی من 332.82 تقریبا سخت اینجا تشخیصش. خب اما اگه دقت کنی اینجا میبینی اعداد میاد به شما میگه که دقیقاً اندیکاتورتون قسمت مختلف تو چه اعدادی هستن. همونجور که موقع تنظیم گفتم، مثلا این سبز کم رنگ همجور مشاهده میکنید تنکنسن منه، بنفش کی جنسن منه، چیکوسپن من سفیده. من میام اینجا که نگه میدارم ایچوموکو منو میگه تو این کندل، اینجا رای الان دقت کنید، تو این کندلی که الان موسا نگه داشتم کی جنسن من 290 04 این 290 04 که بعد شما الان با موس نگه دارید نمیتونید دقیقش رو ببینید، دارید مثلا اینجا معادلش رو روبروش نشون میده 290 25، اما دقیقش این چیزیه که اینجا نشون داده میشه. مکدی و بی بیتون هم دقیقا به همین شکل نشون میده تو اون به اصطلاح کندل اعداد مختلف
اندیکاتورها رو چه عددی هستن. من معمولا استفاده نمی کنم. خدمتتون عرض کنم که این تو قسمت اسکیل هم چیز خاصی نداره. اپرنس میاد. این تنظیمات رنگ صفحه رو شما از این قسمت انجام میدید. بک‌گراندتون که مثلا من سرمایی انتخاب کردم، نمودار این خطوط رو اول که باز شما میاد نشون میده. خب به سبب اینا میگن گرید، میبینید خطوط عمودی و افقی جدول بندیه. اینا رو میتونید با کم کردن این پایین آوردنش مخفی کنید، یا اینکه اگه رنگ خاصی مد نظرتونه همون رنگ رو انتخاب کنید، یا از همین رنگ استفاده کنید که کلا مخفی بشه. سیزن بریک اگه روشن کنید، الان من تایمم روزانه است این فعال نمیشه، مثلا 4 ساعت میکنم. سیزن بریک اگه من روشن کنم، هر خطی که من میده زمان بسته شدن کندل روزانه رو بهتون نشون میده. میتونید رنگش هم تغییر بدید یا به اصطلاح شکلش رو متفاوت کنید، اندازش رو تغییر بدید. امکان بعضی استفاده کنم. خب این متنایی که رو صفحه هست و از طریق اینجا رنگ و سایزشون میتونید تغییر بدید. فاصله با بالا، فاصله با پایین، فاصله با راست، از طریق این گزینه ها قابل ویرایشه. الان من 4 تا میبرم سمت راست. خب این نهایتش. الان من میخوام این فاصله موقع دیفالت میاد بسه من اینو میخوام اضافه کنم، به این شکل جابجا میکنید. خب تریدینگ و ایونت هم که زیاد تو کریپتو کاربرد نداره. خب که فول اسکرین میکنه صفحتون رو، چارتتون رو به اصطلاح به این شکل. و گزینه بعدی از صفحتون عکس تهیه میکنه، یه اسکرین شات از صفحتون میده، یه لینک بهتون میده که لینک رو میتونید به اصطلاح واسه هر کس خواستین بفرستید. اما خب یک سری گروه ها امکان داره ارسال لینک رو بسته باشن. یه فایل سیو ایمیج هم میده، میتونید اون به اصطلاح تصویر رو سیو کنید و حالا تو گروه یا کانالی که مد نظرتونه آپلودش کنید. این مقدار چون سرعت پایینه این زمان میبره و این دیگه چون توضیحش دادم صبر نمی کنم براش. خب گزینه بعدی گزینه به اصطلاح پابلیش و رکورد ویدیو که این رکورد ویدیو پیدا نمی‌کنم فعال باشه واسه افراد عادی، زیادم کاربرد نداره. میتونید چون تریدینگ ویو یک شبکه اجتماعی تحلیلگریه، فکر کنید این استایلیه که همش فقط کارش تحلیلگریه. تو میتونید ویدیو ضبط کنید و روی چارت به این توضیحات بدید. گزینه پابلیش هم که شما یه تحلیلی کردید میخواید اینو منتشر کنید. اگه یادتون باشه اول اومدم یه صفحه آیدیا رو نشون دادم که به اصطلاح تحلیل‌های منتشر شده بود. شما میتونید تحلیل‌های خودتون رو که رو نمودار انجام دادید به اصطلاح پیش بینی می‌کنید مثلا قیمت از اینجا بره بالا، مثلا میاد اینو پابلیش می‌کنید. خب تازه این سیو تصویر رو واسه ما آوردش که پرید. خب توی این صفحه که گزینه پابلیش که میزنید این صفحه براتون میاد. توی این صفحه حتما باید انگلیسی بنویسید، فارسی ساپورت نمیشه. یه توضیحاتی واسه عنوان تحلیلتون، توضیحات مختصر به عنوان تیتر، توضیحات بیشتر. اگه چند به اصطلاح مثلا چند تا چارت کنار هم داشته باشید این گزینه رو حتما بذارید که فقط این چارتی که روش هستید و به اصطلاح نشون بده واسه تحلیلتون منتشر کنه. اینجا توضیحاتی ارائه میدید به اصطلاح این که رو هم گزینه آنالیز باشه. اینجا اگه پیشبینی صعود دارین لانگ، پیشبینی ریزش دارین شورت و اگه خارج از این موارد نچرال میذارید.
کاتگوری میایید مشخص میکنید که این تحلیلتون شامل چیه. ترند آنالیزه، به اصطلاح حتما هم یه سری زیر مجموعه داره که شما تو مشخص کنید الگوهای هارمونیک تو به اصطلاح تحلیل کردید، چارت پترن و باقی موارد. اگرم به اصطلاح سخت دنبالتون میگردید، مثلا هدن شوله سرشونه دیدید، میزنید اولشو براتون میاره و انتخاب میکنید. چند تا چیز مختلف رو میتونید اینجا اضافه کنید. تگ که واژه‌های کلیدیه، شما میتونید اینجا بزنید برای به اصطلاح اینکه بهتر تحلیلتون دیده بشه میتونید از این گزینه استفاده کنید. مثلا ETH، اتریوم، خدمتتون عرض کنم ETH USD، همین هرچی اینا بیشتر باشه معمولا باعث میشه تحلیلتون بهتر دیده بشه. اگه توییترتون رو سینک کرده باشید رو اکانتتون تو قسمت پروفایل، میتونید این گزینه هم تیک بزنید، همزمان تو توییترتون هم منتشر میشه. اگه این تحلیل بخواید عمومی باشه، این عکس قفل باید باز باشه. اگه بخواید صرفا واسه شخص خاصی ارسال کنید، این قفل رو میبندید. بعد از زدن گزینه پابلیش 1-2 دقیقه طول میکشه، صفحتون سفید میمونه. الان میذارم حالتون مشاهده بکنید. خب اگه تحلیل قبلی دارید و این تحلیل مربوط به اون میشه، تداوم اونه، ادامه داره اونه، اینجا میتونید تحلیل قبلیتون رو مشاهده کنید و اونی که میخواین انتخاب کنید. بعد از انتشار زیر تحلیل جدیدتون نشون میده که اون کسی که میاد میبینه پروفایل شما رو میتونه تحلیل قبلیتون رو از طریق این گزینه مشاهده کنه. خب مثلا چند چیز میذارم چون اینو پاکش میکنم قبل اینکه ببینید به چه شکلیه. گزینه پابلیش رو میزنید. تا موقعی که این نیاد، به اصطلاح لینک جدید رو بهتون نیاد در حالت لودینگه، این روی چارت خودتون این گزینه میمونه. یه خورده طول میکشه، 1-2 دقیقه، و به اصطلاح چارت جدید رو خدمتتون ارائه میده. من قبل اینکه این باقی موارد رو بگم، الان چون تو این صفحه جدید میره تو پروفایلتون یه سری گزینه‌ها هست، اونجا هم براتون تکمیل میکنم و بعد میایم باقی موارد ستون سمت راست. این رفتش یعنی که این داره منتشر میشه. الان لینک رو میده. خب این باقی مواردی که تو این ستون هست و این ستون خدمتتون ارائه میدم. یعنی داره ایجاد. خب چون من به صورت پریویت اینو به اصطلاح ایجاد کردم، کسی که وارد صفحه من میشه نمیتونه این تحلیل منو ببینه. فقط کسایی که من این لینک رو در اختیارشون قرار بدم میتونن این تحلیل رو مشاهده کنن. بعد از وارد شدن این تحلیل اگه زمان گذشته باشه، الان مثلا تایم 240 دقیقه است، 4 ساعت است، هنوز زمان نگذشته، مثلا فردا که بیاین این گزینه پلی رو بزنید میاد بهتون نشون میده که چه تغییراتی انجام شده، آیا مثلا این پیش بینی من درست بوده نبوده و باقی موارد. در تایم کوتاهی میتونید ادیت کنید، خود تحلیل رو نمیتونید ادیت کنید. این متنی که براش نوشتید و موارد این چنینی رو میتونید ادیت کنید. اگر نخواستید که میتونید دیلیت کنید و پاکش کنید. تعداد اگه تحلیلتون عمومی باشه، لایک خورده باشه بهتون اینجا نشون داده میشه. تعداد کامنت ها هم اینجا بهتون نشون داده میشه. این هم تعداد افرادیه که این تحلیل شما رو دیدن. خب من اینو دیلیت میکنم. خب میرم وارد صفحه پروفایلم میشم. یه سری اطلاعات اینجا هست بهتون میگم که شما خستگی هم در کنید. اطلاعات شارتی مقدار سنگین بود. خب اینجا که نمادهایی که من تا حالا تحلیل کردم و به این شکل اینجا نشون داده میشه. هر کدومو تعداد کامنت، تعداد لایک، تعداد افرادی که مشاهده کردن، 72 بار، 131 بار، 222 بار، 2 تا کامنت داشته، 12 تا لایک داشته
و توضیحی که اینجا دادم. اون قسمتی که گفتم لانگ و شورت و نچورال انتخاب میکنید، اینجا بهتون نشون میده که این تحلیل چی خورده بوده، به اصطلاح پیش بینیش چی بوده. هر تحلیل هم خواستید مثلا باز میکنید برای تحلیلگر مختلف، چه خودتون چه دیگر میخوام عملکرد تحلیلتون چطور بود. پلیش کنید براتون اجراش میکنه از اون تاریخ به بعد که ببینید به چه شکل عمل کرده تحلیل. خب مشاهده میکنید که دقیق اومده تو نقطه مد نظر این کندلیزش کرده در اون نقطه محدوده و صعود کرده. ایراد بعدی این بوده که تو این تایمی که مشخص کرده به این محدوده نرسیده و از اینجا برگشت شاید بودیم. خب پایینش هم که اگه کامنتی باشه این قسمت نشونتون میده. تعداد لایک ها و سین ها هم اینجا نشونتون میده. خب اسکریپت که کاربرد نداره براتون، کامنتاتون رو کلا میاد همه کامنتاتون رو یه جا میکنه. فالووراتون رو نشون میده، کسایی که فالو کردین رو نشون میده. ستینگ هم تنظیمات اکانتتونه، همون اطلاعات به اصطلاح میتونید اینجا استاتوس بذارید واسه خودتون، میتونید آدرس ایمیلتون رو تغییر بدین، تلفنتون رو ثبت کنین و پسوردتون رو تغییر بدین. همه اونا از طریق این گزینه ستینگ انجام میشه. خب بریم سراغ چارت. خب تمام گزینه‌های بالا رو گفتیم، حالا میایم ستون سمت چپ. اولین گزینه‌ای که این بالا هستش اطلاعات کلی اکانت خودتونه. نمادی که الان باز هست اینجا نشون میده اوتو سیو. شیرینگ رو که توی این گزینه بهتون گفتم کاربردش چیه. این قسمت برای لیوت، این قسمت تیکه اول واسه لیوتی که توی این قسمت بهتون گفته بودم. قسمت بعد اطلاعات پروفایلتونه. به اصطلاح این یه آیدیز رو بزنید میره کل آیدی به اصطلاح تحلیلی که منتشر شده تریدینگ بیرو نشونتون میده. به اصطلاح پروفایل ستینگ، اکانت بیلینگ برای شارژ اکانتتون به حالت پرو پلاس و خدمتتون عرض کنم که پرمیوم از این گزینه میتونید استفاده کنید. نکته مهمی که هست، شما اگر کارت اعتباری بین‌المللی ندارید میتونید از با بیت کوین هم البته فقط به صورت سالیانه اکانتتون رو به صورت پرو پلاس و پرمیوم در بیارید. دیگه لزومی به داشتن کارت بانکی بین‌المللی نداره. خب اگه دقت کنید شما بعد از ورود به سایت این ستوناتون و اطراف به اصطلاح سایتتون همه این منوهاتون سفیده. اگه دارک کلر دمو بزنید این تیره میشه. دور این پنل هم که پنل به اصطلاح این صورت هستشو کنار برای رسم به اصطلاح خطوط و فیبوناچی و باقی موارد رو برمیداره. شورتکات هم اگه بخواید ایجاد کنید هم شورتکات های قبلی اینجا نشون میده، هم میتونید شورتکات جدید ایجاد کنید. ساین اوت هم که مشخصه واسه خروج از اکانتتون. موارد بعدی از اینجا تا اینجا اینا چیزاییه که شما روی نمودار رسم میکنید. اولی که نوع به اصطلاح حرکت خود موسه به اصطلاح به چه شکل باشه، نقطه باشه، ارو باشه، کراس باشه که من از کراس استفاده میکنم. ایزرم پاک کنه واسه پاک کردن چیزایی که رو چارت هست. قسمت بعدی یه نکته مهم، تمام اینها یه قسمت داره جلوشون هر کدوم به صورت فیوریت میتونه انتخاب کنید. اگه اینا رو تیک بزنید یه به اصطلاح پنل شناور به شما میده که اونایی که انتخاب کردین و دم دستتون میذاره. هی نخواهید برید از توی این منو دنبالش بگردید. مثلا من این باقی رو شاید زیاد استفاده نکنم، تیک نذارم. اونایی که استفاده میکنم بیشتر ایناست، گذاشتم دم دستم که استفاده کنم، چون تمام اینا هی دونه دونه گشتنشون بعضی وقتا آدمو گیج میکنه. اینا همه اون ابزاری که مورد استفاده است و یک جا بهتون در دسترس قرار میده. خب اینا بیشتر خطوط کانال هستش. اینا کراس لاین میاد تایم و قیمت رو توی نقطه مشخص میکنه. الان به همین شکل نکنه به این
روش مثلا اینجا، مثلا این شما گفتیم مثلا میره اینجا، اینو که بزنی بهتون میگه تاریخ این پایین 4 دسامبر 2019 ساعت 11:30 قیمت 170. اینو چارچوب زمان و قیمت رو بهتون روی چارت نشون میده، مشخص میکنه. ارو که فلشه و باقی مواردم مشخصه. فیبوناچی ها که زیاد استفاده میشه، چنگال، گن، فیبوناچی زمانی، فیبو چنل که بعضی وقت جای چنل میتونید کانال میتونید از فیبو چنل استفاده کنید. فیبو مختلف هستش، گن های مختلف و چنگال و پیچفورک تو این قسمت هست. قسمت بعدی شما میخواین این خطی رسم کنید، مثلا میخواین بگی اینجوری میشه قیمت، با همین ابزار رسم میکنید و یه روش دبل کلیک کنید میتونید مشخص کنید انتهاش مثلا نقطه چیز باشه، به اصطلاح بسته باشه یا انتهاش هر اینم بگم هر چیزی که رسم کردین اگه روش یک کلیک زده کنیم منوی اون ابزار باز میشه. گزینه‌ای که داره دیلیت پاک کردنه، هاید مخفی کردنه، حالا بعدا میگم چجوری میتونید دوباره ظاهرش کنید. لایک قفلش میکنه که دیگه نمیتونید پاکش کنید، نه میتونید به اصطلاح اشتباهی اگه کلیکش کنید جابجا نمیشه. کلون و کپی اگه بزنید یه دونه عین خودش ایجاد میکنه، به این شکل میتونید جابجاش کنید. هر کدوم انتخاب کنید گزینه دیلیت هم بزنید پاک میشه. اینم که وارد تنظیماتش میشه یا رنگش اینا به چه شکل باشه. اگه میخواید بک‌گراند توی محدود داشته باشه براتون اینجوری روشن میکنه. این ابزار مثلا بک‌گراند داره، هر ابزاری قابلیت متفاوتی داره و رنگش و ضخامت خطش و ابتداش. انا مثلا من انتهاشو فلش گذاشته بودم اینجوری میام ابتداشو فلش میذارم، اینجوری انتها ابتداشو فلش گذاشتم و خب پاک کردنش هم که هم دیلیت اینجا هم روی کیبورد. خب باقی موارد مستطیل مربع هستش، مستطیل هم میتونیم بکشیم باش. حتی این به اصطلاح تو زوایای 90 درجه استفاده میشه، اما این میتونید کج رسم کنید. دایره بیضی، مثلث، شکل‌های نامشخص میتونید با این رسم کنید. که مثلا میخواید یه قیمت میاد از اینجا میچرخه میره بالا، خب انتها ابتداشو رسم میکنید. اینو که هر جهت بدین به اون شکل میشه، این از بالا میره از پایین میاد. بعد شکل بخواین میتونید تغییر بدین و باقی مواردم اینجا قابل تنظیم هست. این گزینه هم که باز ابتدا و انتها شماره به اصطلاح کندل، ابتدا و انتها 3 تا نقطه دارین شما، نقطه اول، دوم، سوم. روی اینجا میتونید هم عددش رو مشخص کنید هم به اصطلاح رقمش. اینجا شماره کندل 166 طبعا اینه، هر عددش اینجا من تعریف میکنم 120 میره پایین. اینو میتونید هر رقمی خواستید انجام بدید، اگه خواستید دقیق روی عدد خاصی باشه. اینجا هم شماره کندلش رو میتونید با کم زیاد کردنش کندل به کندل جابجاشون کنید. این نقطه سوم منه چون از همه جلوتره، نقطه سومه 235 199 هم این گزینه باید باشه. خب اینم دیلیت میکنید. خب باقی موارد اینم که مشابه همینه، اونطور مثلا واسه اگه زیگزاگ میخواین بکشید اینا رو تک تک باید بشینید کار کنید. مطمئنا حوصله‌تون رو سر نمیبره، ابزار جالبیه که میتونه کاربرد براتون داشته باشه. شکلش هم مشخصه، اینم آیکن که شبیه کاسه نصب میکنه براتون. خب اگه بخواید متن بنویسین از این گزینه استفاده میکنید، روی چارت میندازید و باقی موارد مثلا اگه بخواید قیمت خاصی مشخص کنید یا روی قیمت خاصی که مشخص میشه متن خاصی بنویسید، از همه این گزینه‌ها میتونید استفاده کنید. اینم که جهت نماهاست. خب الگوهای هارمونیک خیلی مهمه.
این قسمت میتونید استفاده کنید. ABCD هستش. خدمتتون عرض کنم که گاتلی، پروانه، خفاش، اینا از اینجا. الگوی مثلث رو میتونید اینجا رسم کنید. الگوی سرشونه رو میتونید بذارید. موجهای الیوتی میتونید اینجا واسه خودتون مشخص کنید. این ابزارها، این ستای پایین قاعدتا زیر مجموعه فیبوناچی باید می بود، مثلا خب اینجا گذاشتنش دیگه. سایکل لاین بخواید انجام بدین واسه تحلیل زمانی از این گزینه‌ها میتونید استفاده کنید. اینم که موج سینوسی میندازه رو نمودارتون. قسمت بعدی هم واسه اندازه‌گیری‌های قسمت‌های مختلف چارت، مخصوصا این گزینه. و شما واسه یه تیکه از کندل ها رو کپی کنید یه قسمت دیگه بندازین. اشاره کنم این گزینه بود. مثلا میگی این قسمت رو به شما یه کپی بده. این مثلا میگیریم، میگم من میخوام مثلا انتظار دارم این رفتار قیمتی از اینجا انجام بشه. به این شکل میتونید استفاده کنید. پروژکشن هم که ابزاری که شما میتونید مثلا یه موج میخواین اندازه‌گیری کنید، ببینید محدوده هاشو به چه شکلیه. مثلا اینو بیاریم به فرض اینجا بندازیم، ببینید اگه از این نقطه هم عکس العمل داشتین یا نه. مثلا نزدیک به اون نقطه عکس العمل داشتین و نمودار ریخته. به این شکل میتونید از این ابزارها استفاده کنید. قسمت بعدی هم که آیتمه، اینا رو به صورت به اصطلاح آیتم میتونید داخل چارت بندازید، سایزش و اینا رو تغییر بدید. به این شکل بچرخونید هر کاری که مد نظرتون انجام میدید. ابزار بعدی خطکشه. شما میخواید مثلا ببینید از اینجا تا اینجا چه تغییراتی داشتین. بهتون میگه $57 به اصطلاح ریزش داشتیم. این $57 شده 29.28% و 98 کندل طول کشیده. این 98 کندل شده 16 روز و 8 ساعت. بعد موقعی خطکش میکشید خطکش رو نمودار نمیمونه. این ابزار بالا روی چارت میمونه. ابزار مشابه خطکش که اینجا شما میتونید استفاده کنید این وسیله است. خب این روی چارت میمونه. خب مثلا اینجا تا اینجا چقدر شده ببینید. من اگه کلیک راست کنم روی چارت میمونه. حالا پاکش میکنه. اما اگه با خطکش بکشم روی چارت رسم نمیشه، فقط واسه مشاهده موقت خودتون کاربرد داره. ضربی نه که واسه زوم کردنه. اگه دقت کرده باشین من میخواستم یه ابزار رسم کنم، خود به خود موقع بالای کندل میرفتم مکان نمای من میشستید به نوک کندل، نوک های کندل. خب پایینش هم میبینید خودش میچسبه به پایین ترین نقطه کندل. این با این گزینه مگنت این قابلیت روشن میشه. از یه ابزار میخوام پی در پی استفاده کنیم. من الان اینو کشیدم، میخوام یه بار دیگه اینو رسم کنم. اگه این گزینه روشن باشه این ابزار من فعال میمونه تا موقعی کلیک راست کنم رو صفحه. این من هنوز کلیکی نکردم، این ابزارم انتخاب نکردم، خود به خود فعاله. مجدد اینجا رو مثلا میگیرم کلیک راست که کنم اون ابزار همونجوری که میبینید غیر فعال میشه. نمودارتون رو قفل میکنه، چیزی نمیتونید روش رسم کنید. یک لحظه نیاز دارین چارت خالی ببینید، چیزایی که رسم کردین حذف. این گزینه‌ای که بزنید همه رو براتون مخفی میکنه و مجدد بزنید نشونتون میده. بعد خدمتتون عرض کنم که گزینه سطل آشغالی که اینجا مشاهده میکنید تمام به اصطلاح هر چی رسم کردین رو پاک میکنه، چارتتون رو خالی میکنه. اندیکاتورتون هم که همون اول نشون دادم اینجا میتونید حذف کنید یا مخفی کنید. اگه میخواید موقتا نبینید مخفیش میکنید. اگه حذفش کنید مجدد که میرید از قسمت اندیکاتور اضافهش میکنید تمام تنظیماتتون پریده. مگه اینکه اینم بگم خدمتتون، من میخوام به اصطلاح ایچیموکو رو هر چارتی که میذارم این شکلی باشه. میام اینو سیو از دیفالت میکنم، یه اسم روش میذارم. وقتی ایچیموکو رو انداختم میام اینجا اون به اصطلاح حالتی که مد نظر خودمه از سیو اجراش میکنم. خب باقی موارد این که ابجکتیویه هم اینجا داریمش هم اینجا. اینجا اگه بزنید تو این ستون سمت راست براتون میاره.
اینجا اگه بزنید به صورت یه پنجره پاپ آپ وسط صفحه نشونتون میده. تمام چیزایی که رو صفحه هست اگه خط و خطوطی هم رسم کرده باشین براتون میاره به این شکل. یعنی مثلا فیبوناچی رو اگه بخوام مخفی کنم این گزینه میزنم، از اون نمودار هم حذف میشه، بزنم دوباره میاد. اینجا با همین گزینه میتونم ویرایشش کنم، تغییرات بدم، رنگاشو، سطوحش رو مشخص کنم. مثلا سطح مثلا 1414 میخوام فعال کنم، رنگش رو تغییر بدم، یا اصلا میخوام همه رو بردارم فقط یه حالت خاصی باشه. همه از اینجا در دسترس هستش. بک‌گراند بذاریم واسه فیبوناچیتون. خدمتتون عرض کنم که لول هاش مشخص باشه، لول هاش همراه با قیمت باشه. خدمتتون عرض کنم که این نوشته هایی که اینجا سمت چپ باشه، وسط باشه، راست باشه. این لیبل رو مشخص کرده. نسبت به این خط وسطش باشه، بالاش باشه یا پایین باشه. این گزینه رو میزنید و یه قسمت هم داره برای ادامه دادن به راست و چپ. درست نمیبینم اگه شروع نکنم. فعاله. ترن لاین هم که این خطی که شما ابتدا به انتهای فیبوناچیتون هست اینجا نشونتون میده. این خط نقطه چین رو اینجا میتونید رنگ و حالتش رو مشخص کنید. اکسترن لاین خطوطتون رو انتهاش رو ادامه دار میکنه. قبلا به صورت رایت و لفت پایین می نوشت، الان فقط از یه طرف موقع اینو بزنید تا انتها میبره، این تا انتهای این خط نمیاره. اگه این تیکو بردارید تا انتهای این خط میاد فیبوناچیتون، اما اگه اینو بزنید تا انتهای چارت میره. تمام رنگ این خطوط و سطوح مختلف فیبوناچی رو میتونید با این گزینه‌ها رنگاشو تغییر بدید. اگه همش میخواین یک رنگ باشه این گزینه رو که بزنید یک رنگ انتخاب میکنید، برای همشون همون رنگ استفاده میشه. خب فیبوناچی هم اینجا کلیاتش رو بهتون گفتم، تنظیماتشو. برای تمام فیبوناچی ها این حالات وجود داره. خب من میخوام این ابزار رو مثلا پاک کنم از اینجا، فیبوناچی رو فعلا میخوام مخفی کنم و میبندمش. چون رو ابجکتیری بودیم میایم از پایین اینو بهتون توضیح میدیم. خب این تمام اون چیزی که رو صفحه بود و اینجا به این شکل نشونتون میده. شما من اصلا فیبوناچی رو مخفی کرده بودم، اینجا میزنم مشخص باشه. اندیکاتوراتون هم اینجا هست، مثلا مکتی که اینجا دارم اینجا میتونم غیر فعال کنم. رو اون پاپ اپی هم که اومده بود اونم این قابلیت وجود داشت. خب این موارد کاربرد نداره براتون. به اصطلاح نوتیفیکیشن بهتون پیام میده اگه پستتون لایک خورده باشه، کامنت خورده باشه، اینجا بهتون نشون میده. کسایی که فالو کردین اگه آیدی منتشر کنن، به اصطلاح تحلیل منتشر کنن، اینجا بهتون نشون داده میشه. اگه کسی بهتون پیام بده اینجا نشون داده میشه تو این چت خصوصیه. اینم به اصطلاح چت عمومیه. به اصطلاح گروه بندی هم مختلف، گروه کریپتوکارنسی، گروه فارکس، گروه استوک یا سهام، گروه نفت. اینا میتونین برین چت های بقیه رو بخونید یا به اصطلاح خودتونم نظراتتون رو با باقی تحلیلگرا به اصطلاح پخش منتشر کنید. خدمتتون عرض کنم که تحلیل خودتون رو اینجا نشونتون میده. معمولاً به اصطلاح تقویم هات لیست، کاربرد خاصی اینا نداره براتون. میایم سراغ آلرت. آلرتی که گفتم از این قسمت شما ایجاد میکردید. حالا آلرتی که گذاشتید اینجا میتونید ببینید. میتونید از طریق این گزینه به اصطلاح آلرت جدید ایجاد کنید. خدمتتون عرض کنم که اینجا واسه نشون دادن به اصطلاح آلرت ها میتونید بگین، چون الان هر چی دارم میبینیم، مثلا من آلرت هایی که روی بیت کوین گذاشتم رو اینجا داره نشون میده. من میخوام الان به اصطلاح
فقط آلرت هایی که مربوط به این نماد است رو ببینم میزنم و گزینه کارنت سیمبل آنلی رو تیک میزنم. فقط تحلیلایی که به اصطلاح آلرت هایی که روی این سیگنال روندشون موقع موس روش میبرید این ور چارت روشن میشه و مشخص میشه. اگه این پاوز استاپ بزنید این تحلیلتون دیگه بهتون آلرت نمیده. مجدد اگه پلیش کنید به اصطلاح ریستارتش کنید براتون فعال میشه. از طریق این گزینه میتونید استفاده کنید. ریستارت آل ایناکتیو اگه بزنید تمام اون گزینه‌ای که غیر فعال شدن برای شما مجدد فعال میشن. دیلیت آل اگه بزنید تمام چیزایی که تو این صفحه مشاهده، الان یه قسمتی من مخفی کردم، اونایی که مخفی کردم نه، چیزی که الان مشاهده میکنید رو پاک میکنه. مقدار سرعت پایینه، خیلی داره اذیت میکنه. خب قسمت بعدی این گزینه هستش، واچ لیست. تو حالت عادی شما معمولا یک واچ لیست دارید، گزینه‌های فری میتونید واسه خودتون مشخص کنید، اسم براش بذارید و ارزهایی که زیاد مد نظرتونه رو تو اینجا باید اون وقت اضافه کنید. دیگه اینجا نمیست. مثلا اینجا می‌نویسید BTC USD، هر کدوم انتخاب کنید. مثلا اگه من روی بیتستم کلیک کنم میاد انتهای این لیست من اضافه میشه. هر کدوم جدا میتونید ضربه رو بزنید حذف شه از هات لیستتون. رنگ براتون میتونید مشخص کنید. اگه اینجا رو فلگ کلیک کنید میتونید رنگ مشخص کنید که کاربردش اینجا اگه دقت کنید میتونم فقط بیام گرین لیست هم ببینم، میتونم بیام بلو لیست هم ببینم. این واسه خودتون طبقه بندی کردن میتونه بعداً کاربرد داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که تو حالت فری شما این قابلیت ها رو ندارید، اما تو اکانت های پرو و پرو پلاس میتونید اینجا واسه خودتون. من اومدم مثلا تمام ارز پایه بیت کوین رو اینجا اضافه کردم تو بایننس، مثلا آدا BTC الی آخر. اگه روی سیمبل بزنید اینا به ترتیب الفبا براتون تنظیم میشه. لسک قیمت چنج هم بر اساس درصد اینا میتونید واسه خودتون تنظیم کنید که ببینید مثلا اگه میخواید ببینید چه سهامایی چه ارزهایی الان تو سودن، اینو دو بار که بزنید به این شکل براتون نشون داده میشه به ترتیب. یه موردی که من جا موند از این قسمت بهتون بگم، به اصطلاح اگه پیداش کنم متاسفانه نمیدونم چرا نمیبینمش. ایناش اکسپورت چارت دیتا. یک سری برنامه ها دیتا میگیرن، برنامه های معمولا برنامه مجد شمار الیوت هستن. از طریق این گزینه حتی من هنوز استفاده نکردم، اینو شاید یه مقدار استفادهش سخت باشه، اما تا اونجایی میدونم اون برنامه ها دیتا CSV میگیرن. این گزینه هم به شما خروجی CSV میده از چارت مد نظرتون و احتمالا بتونید تو اون برنامه ها استفاده کنید. اکسپورت چارت دیتا. خب قسمت دیگه ای هست این پایینه. خب تریدینگ پنل که کاربرد نداره براتون، یه حالت داره پیپر تریدینگ که معمولا شاید نشه استفاده کرد. استراتژی تستر و پایین ادیتور اینا واسه برنامه‌نویسا استفاده میشه. یه قسمت مهمی که داره کریپتو اسکینره. کریپتو اسکینر کارش چیه؟ می‌کنید بایننس 180 تا اگه اشتباه نکنم الان ارز داره. خب شما نمیتونید 180 تا ارز بیاین دونه دونه چک کنید که شما حالا مثلا مد نظرتونه ارزهایی که RSIشون تو محدوده خاصیه رو پیدا کنید. اینم بگم اکانت های فری فقط تو حالت روزانه میتونن از این ابزار اسکینر استفاده کنن. برای تایم فریم های کوتاه‌تر باید حتما اکانتتون حداقل به صورت پرو باشه. گزینه فیلتر که بزنید اینجا یه سری آپشن براتون فعال میشه. اکسچنجر اینجا داره، مثلا من میزنم من میخوام فقط تو بایننس واسه من جستجو کنه. تو بایننس اینا چیزایی که شما میتونید استفاده کنید. مثلا
به اصطلاح تمام اکثر اندیکاتورها رو اینجا داره. مثلا تنظیمات بولینگر باند هستش، مکتی هستش. مثلا من میخوام تنکنسن اون ارزایی به من نشون بده که تنکنسنشون کراس آب کرده کیجنسنشون. اون ارزایی که تنکنسن کیجنسن رو به بالا شکونده تو صرافی کجا بایننس به من نشون بده. این هزاران فیلتر میتونید شما اضافه کنید. الان من یه دونه فقط اضافه کردم. ضرب داره که بزنید اینجا براتون نشون میده. مثلا میگه اتم یو اس دی تو تایم فریم روزانه تنکنسنش کیجنسنش رو کراس کرده. اماد شد. یا مثلا CH BTC من پی خاموش کنم. تنکنسنش کیجنسنش رو کراس کرده. البته خب این چرا داره کراس خالی بذارم بیسل. من میگم چرا نمیخونه. من اینجا چارت هم یک روزه است اما بالا دارم چارت 4 ساعته رو میبینم. خب اینو که روزانه بذارم میبینید این کراس کرده. مثلا میتونید واسه خودتون مشخص کنید. رو مکتی میتونید بذارید، رو به اصطلاح هر ابزاری که استفاده میکنید و مد نظرتونه اگر اون ابزار تو حالت خاصی قرار بگیره به شما داره یه سیگنال میده، میتونید اینجا واسه خودتون فیلتر گذاری کنید و وضعیت اون ارزها رو مشاهده کنید. یعنی الان این کراس کرده. CH میتونه مدل روزانه تنکنسن اومده کیجنسن رو شکسته به بالا کراس کرده. خب فکر میکنم تقریبا تمامی موارد رو خدمتتون گفتم. این قسمتم بگم که تمام شد. الان من چارت اینجوری میکشم، از حالت عادیش خارج میکنم و دفرمش میکنم. اگه این گزینه اوتو رو بزنم چارت من خودش منتظم میشه. اگه موس رو به عقب بچرخونید زوم بک و اگه به جلو بچرخونید زوم این میکنه. گزینه لوگ برای تایم فریم های بالای روزانه اگه میخواید استفاده کنید از لوگ استفاده کنید. چرا؟ الان خدمتتون عرض میکنم. مثلا نماد BTC USD بیت استمپ همونجور که میدونید بیشترین سابقه نمودار بیت کوین برای صرافی بیت استمپه. خب من اینو رو نمودار به اصطلاح ماهانه مثلا میذارم، بیام پایین ابزارها مخفی میکنم. خب شما این قسمت سایت چارت اصلا نمیبینید چون چارت تنظیمش بر اساس قیمت. میبینید فواصل $2000 اینجا از $2000 رفته بالا، همه اینا فاصلهشون $2000. خب واسه همین این قسمتی که اومده زیر $700 $1000 اصلا شما نمیبینی چارت چی کار کرده. پس تحلیلی از اینا نمیتونی داشته باشی. میای چیکار میکنید؟ چارت رو لگاریتمی میکنید. چارتی که لگاریتمی میکنید فاصله اینا بر مبنای تقریبا درصد میشه و اون وقت شما میتونید گذشته رو ببینید، میتونید کانال رسم کنید و هزاران ابزار دیگه استفاده کنید. این ستون پایین هم اگه براتون سوال شده اینا اندیکاتور ولیوم بازار رو بهتون به اصطلاح نشون میده، حجم بازار رو خدمتتون نشون میده. پس برای تایم فریم های هفتگی به بالا که گذشته زیادی رو میخواین ببینید و چارت براتون گنگ میشه مثل اینجوری یه خط بهتون داره نشون میده، میتونید از ابزار لگاریتمی استفاده کنید. خب فکر می‌کنم تمام موارد رو دیگه خدمتتون گفتم. امیدوارم این فایل ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. ارادتمند خانی.